تو خود زندان که بودم دعوام شد. من تو همون بودم داشتم دوش میگرفتم، لباس تمیزام گذاشته بودم بیرون، لباس کثیفام شسته بودم. اونجا کلا 2 دست لباس داشتیم، یکی رو میشستیم اون یکی رو میپوشیدیم. اینو از زد به در گفت کی این تو لباس تمیزه من افتاد کف زمینم خیس بود نجس شد. آقا من همون لباسی که شسته بودم خیس تنم کردم اومدم بیرون گفتم فلان فلان شده. اومد اینجا در زدی لباس منو نجس کردی. این آدمم میتونست اینجوری بگی. 2 تا هم اون گفت 2 تا من گفتم درگیری بالا گرفت. اومدم بیرون وکیل بند اومد جفتمون کشید کنار، گفتش که آقای مقصود شما به ایشون فحش دادی؟ گفتم بله. گفت چرا؟ گفتم به خاطر اینکه زد لباس منو انداخت اینجوری کرد و 2-3 دفعه هم تا حالا با من بد صحبت کرده. ایشون میتونست خیلی محترمانه تر در بزنه به من بگه همون بیا بیرون، دلیلی نداشت. بعد برگشت به اون دوستمون گفتش که شما چی؟ شما لباس ایشونو انداختی؟ اون گفت نه. گفتم خب سوال تو داداش دوباره هم میپرسی؟ گفت بله. شما به ایشون فحش دادی؟ گفتم نه.